oyunda şirketler ko. Oyunda bir şirketler ko ki ama lozim ندونم. خب یک تا مسئله نمیشه که حرمتی پدر، حرمتی استاد در مسلمانش خیلی خیر. حرمت پدر لازمه. خودی در مردم خیلی مسلمان ها عمل میکنه نه. خیلی بعضیش عمل بعضیش نه. آیندهش خیلی کندر کن. آینده خیلی کندر کن که هیچ کن عمل نکنه. تازگیش خیلی در اسلام. خیلی تازگی یک شعار اسلامه. مردم عمل دارن ندارن. خیلی بعضش داره بعضش نداره. آیندهش خیلی کندر کن. آینده باید که یک خیلی کنیم که تازگی نشه. همش گراز شد. انا میخیل همش نشگیم. کمیره همشه ابن عدوها قبول کرد که یا میشه جاری کرده. بعد برد باز به همو یاردم شوفیراقتی برای هر یک مسئله یا حدیث راست کردن یا آیت راست کردن برای کتاب کردن. بعد حاضر همین دیوبند مدرسه پاکستان همش درسای همو ابن الوهاب. اینا یگان درسی اسلامی نمیخونن. چه که بخونن همون رو میخونن. همون رو گفتگو میکنن. همون رو عمل میکنن. بعضی شکن در بین مردم حیا میکنن احتیاط میکنن. یکی اکثرش کدومه که مردم قطعی علارشی ندارن اونا همون عملش همون گفته موهای پیش پدرش نمیکیزه چجوری پیش دیگر رو تورات درست نمیکنه. تورات میگه در وقتی گرد شنگ بود حالی در 4 متر زندگی میکنی اونجا نه گرده نه شنگه چی ده کار رو رشتن. همه که خب گپا را به ایبو به پروا میگن. خب برای همون دمونه ها را خدمه شدیدیم گفتم شد. باز چند کزگش هم فیراد کردم اینجا اما کتابشون را خوندم فهمودم شد. مساج دادم که میخیل کنی
همین چیزی که مردم تعلیم کنی تو تعلیم کنی خود تو رهبریش کنی با اون معنویا و با سرشون نکنی که مروشو مینن اره همی برانشو گپ نگفتم خیلی خدا خوشی رو داشته باشه حالا یه دور میشیم